اما در سطح تاجیکستان خوشبختانه تا به امروز غیر از حکومت امامعلی رحمان و چند کشور دیگر اپوزیسیای تاجیکستان را یگان نفر تروریست اعلان نکرده است و اعتراف هم نمیکند. و حالا یتیموف چی میخواهد، یتیموف چی میگوید، این کار دیگر است. اما خود مفهوم ترور برادر عزیز، شما خودتان خوب میدانید که اکثریت علما، اکثریت دانشمندان، اکسپرت ها، کارشناسان ترور، تروریست یا تروریسم پدیده را میگویند که طرف میخواهد توسط ترس افکنی با وجود آوردن ترس و هراس سیاست های خود را، هدف خود را عملی کند. یعنی تروریسم هم یک جنایت است، اما نه همه جنایت را تروریسم میگویند. مثلا یک جنایت را میگویند که کشتار، یا اینکه یک جنایت دست